شاپری جان، نظر تو در مورد ازدواج فامیلی چیزی؟ ازدواج فامیلی؟ ازدواج فامیلی کلا کنسل خاله. و چه؟ بر خاطری که پرچه او قدیم بود اخلاق جان که که تو سر کنه بیار پدر مادر عزت و احترام نشته که پدر مادر جون گفته فلانی را خواه چش پستم گفته چش یا لاکی که سر کنه که جنگ بر نسبت خاله چیزش ده امیدی چش برش ده خاله همه کاری خمینه همه چیز رو ببینه نه بعد آخری خبر منه که فلان روز عروسی ماه یک جشن کوچیکی میگیریم بعد میریم امام رضایی اونتاریو جای خاله فامیل خاله جان تا چیز چیه ای میگه خاله کتا پوز تو ای موکه کتا پشت تو ای محمدان تو بیستار تو تمام مرد اگه تو بچش تو میاره غریبه در دور زمان خوبه که سربون ترنو فهم خاله که نم جگا شو بابا در بیارینو میری خجرانی گلی دنیا تا پس کلیوان میری خاله فامیل جسمانش تو آدمونه که تو عروسش شته. لعلم نه توبی از این فامیل کرده که خدا نصیب گرگ بیابوش نکنه والله قسم ام تو ترسخته نه پخته اخلاق جان یعنی خاله همین سینه منو تر دیگه من همین یک کاسه خونی یعنی خاله در برام عروسی ما همین امواش اینا آماده بودن 100 نفرم بالا ردشون کرده بودن و خارد و برختن و اینا آخرام 100,000 تومان در پاکتی کرده بودن و انگار گدایی رو میدن همین آبروی حیثیت ما رو جلوی فامیل کرده ما که تهران آمده بود آخر که فامیلای جسمان اینا همین بعضی از همین اینجا برج میلاد در آپارتمان زندگی میکنن آبرو و حیثیت بر ما نداشتن خاله اینا کلا بر تو جمع شو. نه خاله کدو گوره ایشو داشین ملک گوش نمیشه حس مخا جسمایل بجای بر تو حاجی مستونه. اسماعیل بر من بستونه نشی کنه ممکنه که بنده یه فقط بر غریب اگه خوبه که رو بلش نه پر اطلاع کنه خب نه که خالا جات لایش درد مینا این چیزم خواه باز سکین چینی الو چه مگی حاجی اسماعیل تو فردا شاریسی کن جمعکم ناماده بشی کبره. برو کندی دا که جاکنه ماکی کلا پر پشت را واز برو که ماکی تو بر مسیر جادی کنه دن خبند. مخل مرا که به معنی می ازش نکی می کمر مدرد من می رگ مال مدرسه ایوه گوره. تو قبراتی دیگه فوق داری خونه میلی که ستر بغیر منو خو که جاکنه ماکی بس پر چوک ساکت شو که گلیو تکه تکه. لكني غليون خب کشو